به نام خداوند بخشاینده مهربان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران گرامی قدر، خوش آمدید به کانال همنوا. با شما هستم علی اکبر. بنده خواست که امروز درباره نمونه عبرت صلح از حضرت عمر رضی الله عنه به شما یک قصه را بخوانم. حضرت عمر رضی الله عنه از مادراندرش اسما برادر داشت که اسمش زید بود. حضرت عمر رضی الله عنه زید را خیلی دوست می داشت، زیرا زید قبل از عمر رضی الله عنه مسلمان شده بود. قبل از عمر رضی الله عنه هجرت کرده بود و در تمام نبردهای پیغمبر اشتراک کرده بود. در جنگ بدر درس فداکاری را بر ما آموزاند. قبل از نبرد برایش جوشن بداد، اما قبول نکرد و گفت: من از تو کم سالترم و باید من اول شهید بشوم. جوشن را تو ببر بکن. جوشن را ببر نکرده وارد نبرد شد. حضرت عمر رضی الله عنه نیز جوشن را ببر نکرده بود. زید در دوره حضرت ابوبکر رضی الله عنه در نبرد در مقابل پیغمبری ساخته یمامه به آرزوی شهیدی رسید. حضرت عمر رضی الله عنه خبر مرگ برادرش زید را شنید و چنین گفت: الله تعالی جل جلاله زید را رحمت بکند. در دو کار خیر از من پیش بود. پیش از من اسلام را قبول نمود و پیش از من به مقام شهیدی رسید. حضرت عمر رضی الله عنه روز در مدینه با متمم روبرو شد. متمم برای برادرش مالک شعر نوشت و میخواند. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: اگر من هم به مثل تو شعر گفته میتوانستم در حق زید شعر میخواندم و کم هم باشد خود را تسکین میدادم. متمم گفت: یا عمر رضی الله عنه، اگر برادر من چون برادر تو زید در قطار مسلمانان می بود و بر مقابل مشرکان جنگ میکرد، من برایش شعر نمی گفتم بلکه از خرسندی مرثیه می خواندم. افسوس که برادر من در قطار مشرکان بر مقابل مسلمانان جنگ کرد و مرگ را چشید. حضرت عمر رضی الله عنه از تحلیل های شنیده به درد آمد و گفت: ای متمم، تا امروز کسی به مثل این سخن مرا تسلی نکرد. با این یادرسی غم زید را برایم کم نمودی. بعد چند مدت حضرت عمر رضی الله عنه به حیث خلیفه انتخاب می گردد. در وقت صلح در مدینه وقت نظارت بازار با مرد وام خورد که زید را شهید کرده بود. با او سوال می دهد: در جنگ یمامه زید را تو کشتی؟ قاتل زید حیران می ماند و چنین جواب می دهد: ای عمر، در اول تو مرا گوش بکن و بعد آنچه که می خواهی عمل بکن. اعتماد من در عدالت تو بودن است. در آن جنگ من قطار مشرکان می جنگیدم. زید باشد با ایمان شرفیاب بود و با قطار مؤمنان جنگ می کرد. اگر در آن وقت زید مرا می کشت، پس از ایمان محروم می ماندم. از رفتن من به جهنم زید چی برد می کرد؟ خواهش می کنم فکر بکنید. به تقدیر الله جل جلاله بینگر که با دست زید مرا به جهنم روان نکرد، مرا زنده نگاه داشت و به اسلام مشرف بگرداند. با دست من به زید مقام والاترین شهیدی را نصیب گردانید. تو در این دو تقدیر الله تعالی جل جلاله بر کدامش حس غم میبینی؟ مگر در مرگ زید و به نصیب ماندن من از ایمان و یا رسیدن به مرتبه شهیدی زید از دست من. در نتیجه کدام از این تقدیر غم مسکن دارد؟ یکی از وصفهای حضرت عمر رضی الله عنه وقاف بود، یعنی
وقت دیدن حقیقت استقامت را نگاه می داشت. پس از این سخن شنیده وقافی خود را باز نشان داد. حضرت عمر رضی الله عنه گفت: به الله تعالی جل جلاله شکر میکنم که به برادرم مرتبه شهیدی تقدیر کرد و قاتلش را که در مقابل مؤمنان بود با ایمان نصیب گردانید و با ما برادر دینیش خواند. بعد این مسلمان ها با قاتل زید دستی به دست سیر میکردند که این نشانه خاتمه شوی جنگ و آغاز صلح بود. پیام گذشته را فراموش کردند و در آینده در چادر صلح زندگی کردن بود. نبودن دعوای خون به خون را فعلا نشان داد. و در آخر گفتنیم که الله تعالی جل جلاله به ما هم صفت وقافی را نصیب گرداند. حس بخیلی، دشمنی و حسد را بر برادران مسلمان خود از ما دور بگرداند. در حق استادان و برادرانی که در نشان دادن راه درست همت کردند دعای خیر نماییم. علل خصوص به استادانی که الفبا را بر ما آموزاندند، زیرا سرچشمه خوانش و فهمیش از آنها آغاز یافته است. البته مقام والدین کلاً دیگر است. این بود دوستان عزیز نمونه عبرت صلح از حضرت عمر رضی الله عنه پیشکش شما گرداندم. باقی در پناه خداوند باشه.